همه تو فوتبال ادعا دارن، اما واقعا تکنیکی ترین بازیکن ایران کیه؟ خفن ترین گل‌ها، تحقیر کننده ترین دریبل‌ها و سنگین ترین تکل‌های ممکن رو میتونی اینجا ببینی. بزرگترین تورنمنت یک در مقابله که ایران در تهران با آکادمی الاستیکو آغاز شد. قوانین خیلی ساده است. مهاجم با مدافع یک دو میکنه و رد میشه. اگه گل بزنه یه امتیاز به مهاجم داده میشه. اگه مدافع جلوی مهاجم رو بگیره و که نذاره گل بزنه، یک امتیاز مدافع میگیره. نکته اینجاست که فقط 10 ثانیه فرصت داری برای حمله کردن. اولین نفری که به 3 امتیاز برسه میره دوره بعد. همینقدر ساده. موضوع اصلی این که ثبت نام برای همه رایگانه. و در آخر اینو فراموش نکنید که جایزه نفر اول 100 میلیون ریال و چه نه. تمامی بازی‌ها به صورت حرفه‌ای در چنل یوتیوب الاستیکو پخش میشه و هر بازی یعنی استعداد شما بیشتر دیده میشه.